تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگیت و میرخواجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتاری 19. سرویناز پدرش را می جوید. هفته سیوم بود و باشش در خانه شیدا، سرویناز بالکل صحت یافت. مهربانی و غمخواری برادرانه و خواهرانه اهل این عائله عادی و دارو و ملهم‌های شهدود زن محکوم به مرگ را از نو به پا خیزاندند. وقتی به پشت کوه پر از بوته و گیاه اطراف به تماشا برآمده از هوای راحت بخش نفس می گرفت، از گشاده بالی و سبکروحی خود را پرنده آزاد حس می کرد. پرنده‌ای که تمام آسمان برفراز در اختیار اوست. پرنده‌ای که به هر کجای زمین دلش خواست پا می گذارد. احساس خوشبختی رهیدن از عقابین 4 دیوار سرای سنگ در تمام وجودش غنج می زد. چه نشأه‌ای داشته است آدم عادی بودن. پادشاه تن و جان خود بودن عجب لذتی دارد. تنها چیزی که سرویناز را مایوس می گرداند یاد جگربندش گلناز بود. آن گاه ناگاه به مغز استخوانش نشتر می زد و بالیدگیش را در زمان به مشت خاکستر تبدیل می داد. زن تصمیم گرفت به هر بهایی که نباشد دخترک معصومش را پیدا می نماید. چون جسدش را نیافته بود به زنده ماندن او اعتماد داشت. برای رسیدن به این آرزو وسیله هم دارد. آن یک کیسه زری خام بود که خداوند در بن آورینگ وحشتزا به دستی از جان خود شسته اش رسانیده است. نباشد از بلندی کوه آسمان بوس افتاده به جای ریزه ریزه گشتن و مردن صاحب طلای خالص شدن دیگر چی معنای داشته می تواند؟ آن روز پس از گسیل کردن سورکی ها سرویناز در خلوت کیسه چرمین را کشاد و از موج خیز شگفت دلش گویا دمی از تپش باز استاد. آن پر از زر کامل عیار ناگداخته بود. سرویناز در معین نمودن قیمت زر و سیم دانشی تمام داشت. در حرم شاه یگانه مشغولیت دوست داشته زنان به همدیگر نمایش دادن زر و زیور خود و تعریف و توصیف آن به حساب می رفت. چه خلق خدا ترسند اینها، نه آنهایی که نجاتم دادند، نه اینها کیسه را دست نزده اند. حیرت زده به خود اندیشید زن. روزی نیست که جوانمردی، انسان دوستی و زنهارداری برتنگیان سرویناز را حیران نسازد. برای آنکه درک پدر و دخترش را یابد به نزد مردم برآمده به گپشان گوش دادن لازم است. در خانه شیدا این کار را کردن ممکن نیست چون که خوف فاش گشتن اسرارش وجود دارد. یک روز که برف ریزه می بارید و شاید از تغییر یافتن هوا سرویناز خود را تماما تندرست حس کرد، از شیدا خواست که او را به خانه درویش زرشوی برد. اول پرسیدنی هم که سلامتیت بجاست؟ مبادا سرچرخ نشوی یا پایت سستی نکند؟ دو، باور کن خود را بسیار خوب حس می کنم. حتی غواص گوشهایم را قریب نمی شنوم. نباشد به پیش. از شنیدم درویش دیروز خانه آمده است.
زود رویم که نان وی همیشه در انبان است. سرویناز کیسه را تگی بغل کرد و از بالای پیراهن گلیم سیاه پشم قطاسی و با پا پیخهای ساقپست سبزپری را پوشیده کیش قهوه‌رنگ او را هم به سر انداخته از پس شیدا به راه درآمد. تا رسیدن به کنار ده به خانه درویش، شیدا درباره این مرد مجنون صفت که در دهن غار بیمناک سرتراش کلبه ساخته زندگی میکرده و خواهرش را به کدام فرغانگی نامعلوم شوی داده پسر عمکش را به سراغ وی فرستاده و وی هنوز برنگشته است معلومات داد. بایترین آدم در بین سریزیان دنبخور همین درویش غارنشین است، لیکن سر و سودایش را کسی نمیداند. حکایتش را خلاصه کرد شیدا. سریزیان دنبخور از چنین عباره غلطی ذوق برده سوال کرد سرویناز. ها خواهرم، سریزیان ما با همین لقب مشهورند. چرا دنبخور بودند؟ ما خلق سیر و پوری هستیم. زمین و مال بسیار که داریم، زندگی ما نسبت به تمام دهات برتنگ چندین مراتبه بهتر است. پدر و بابایان ما چی بودن قحطی و گرسنگی را نمی دانستند. شکر خدا ما هم. برای همین دنبخور می گویند. رهبره شیدا با کی تعلق داشتن خانه های سر راه را یک یک نامبر کرد، ولی سرویناز عباره دیر انتظاری انا این خانه پسار است را نشنید. خانه درویش در کنار آفتاب برای ده در زیر شخی کلانی که شاید زمانی از کوه کنده شده به این موضع افتاده است واقع بوده است. از روزن خانه دود می برآمد، بوی گوارای نیز شنیده می شد. آمدنمان بیهوده نیست، درویش در خانه بوده است. در نزد در ایستاده گفت شیدا. از کجا می دانید؟ از بوی چرغنده. درویش فقط چرغنده می خورد. سپس دری دهلیز را کشاده از روی تعامل بر آستانه پای کوفت و گلو افشاند. صدا را شنیده جوان بالا بلند نوخطی برآمد و سلام داد و با جاروب پای افزار مهمانان را از برف تازه کرد و گفت خوش آمدید، درآیید، و خود پیش گذشت. درویش به استقبالشان در دو پیچه ایستاده بود. او قامت بلند، کتف و بازوی ورزیده، پیشانی قلیب چارکنجه، چشمان براقی در کاسه‌خانه درون نشسته، ریشی سیب سیاهی تا سر ناف رسیده و موی جنگله‌ای تا کتفان فرآمده داشت. شیدا و سرویناز سلام علیک را پره به زبان آورده درویش شیدا را به آغوش کشید. تو شیدا عجب مرد بزرگی که در چنین روز برفریز به سراغمان آمدی، و دستش را بوسید و به پسرش امر داد. فرمان کشف عمکت را بکش. گلنما که از تنور چرغنده میکند کارش را پرتافته با ندای ولیک سلام، این بیمار شما را خدا به پا خیزاند، مبارک شود خواهر، به قبول سرویناز فرآمد. رخبوسیش کرده کفشهایش را کند و از بالا گذراند. در رو دستارخوان کشادند و گلنما چرغنده تعریفی خود را در دو طبق روی آن گذاشت. در آبگینه ها افشوره زردالو، آلوچه و سیب آوردند. سرویناز را قالین و سوزنی، کرپچه و بالیشت، آبگینه، کاسه و پیاله های چینی خانواده در حیرت گذاشت. چون این اشیاء را تنها اشخاص نهایت دولتمند داشته می توانستند. معلوم که مالشان از شهرهای دور بزرگ آورده شده است. چون این زرق و برق را تنها شاه شاهان دارد. چی زرشوی توانگری بوده است این مردک. از دل گذراند سرویناز. وقتی که شیدا مقصد تشریفشان را بیان کرد، درویش چند دقیقه چی گفتنش را ندانسته ماند. به حق خدا این گپ را بار اول می شنوم. در نهایت گفت وی اگر در شغنان اولادی می داشتیم، پدر یا بابایم حتما چیزی می گفتند. تو شخص جهان دیده هستی، شاید خداوند گره مشکلی این خواهر را به دستت کشاده نیست. برای آنکه وضع ناهنجار را از بین برد فضل فروشی کرد شیدا. سرویناز پیت را موافق یافت و اندیشه شیدا را تقویت داد. برادر عزیز، من از راه دور
به چندی مشقت و رنج به دیار شما رسیدم. برای این امیدم را به این آسانی از دست نمی دهم. اگر اجازه دهید 1-2 روز در خانه اتان می ایستم. قصه های سرگذشتم دور و درازند. شاید به فرجه نقل کنم و چیزی به یادتان برسد. البته تعامل اجازه نمی داد که صاحب خانه مهمان را قبول نکند، خاصه که زن است و خودش به زبان آمده است. در قدمت 1000 تعظیم. دست روی دل گذاشت درویش. چی قدری که دلت خواهد همراه ما باش. گلنما که از شدت کنجکاوی زبانش می خارید و دلش می کفید از پاسخ شوهرش روح گرفت. خواهر جان، شکر خدا خانه امون کلان، باز 2 مهمانخانه آراسته و پیراسته داریم. کدامی که معقولت شود در اختیارت می گذاریم. از مهمان دیده برکت دارتر در دنیا چیزی نیست. همین طور سرویناز برای سرزیان سنگین بخت در خانه درویش ماند و شیدا به خانه اش رفت. گلنما به دل راه زنان در و پلندر خود را ستایش نموده او را در خانه‌ای که تقایبک زندگی میکرد جای داد. آن را آتشدانی که دود برایش در تنه دیوار ساخته شده به بام میبرآمد گرم میکرد. قالین‌های قیمت‌بها، چند صندوق کندکاری ترکی، 2 شمع ضخیم مومدار، 1 آینه کلان به دیوار چسبانده و بالشت و کرپه‌های نپنوی خوشدوخت قوشخانه را دیده زن تماما مات و مبهوت گشت. حتی در سرای سنگ سرویناز زن شاه همین گونه آینه کلان و صندوق‌های زیبا نداشت. این درویش بی بلا نیست. چنین اندیشه بنا خواست در سرش برق زد. دامنش را سخت قپیدن در کار. صبح دیگر به بهانه خروجی در دپا سرویناز برای ناشتا به خانه کلان رفتن نخواست. گلنما دستارخوان را در حجره گسترد و آن را از کلچه و نان و سرشیر و جرغات و روغن و میوه خشک و گوشتاب پر کرد. مهمان خواجگیداری صاحب خانه زن را توصیف نمود و گفت که تا برادر عزیزش درویش سر خوان ننشیند دست به طعام نمی برد. گلنما پذیرفت و شوهرش را به نزد او دعوت کرد. سرویناز بعد ادای سلام شوخی کرد. برادر جان، در شغلم وقت فلانی 7 در آبادی دارد می گفتند من تصور کردن نمی توانستم که آن چی باشد. امروز لیکن به چشمم دیدم. تو حقیقتا هم سریزی دنبخار بوده ای. درویش خندید و گفت همگی 3 در دارم خواهر، به 7 در نرسیدم. اکنون 4مش را برای من می سازی. قبول داری نداری از راه دور شما را خوش گفته به آستانه اتان آمدم. درویش تا چه درجه جدی بودن گپ مهمان را ملاحظه نمود و چنین پاسخ داد. قبول؟ به جان و دل. همگی 1 خواهر دارم. او به جای دور شوهر کرد. جایش را تو در خانه هم میگیری. کسی خواهر دارد بال و پر دارد. و به زنش رو آورد. گل، تو چی میگویی؟ گلنما را از خرسندی رخساره شکفت. عجب عجایب می شود. من همراه دار می شوم. سنهارم دختر جانانه لیکن کودک. گپم به وی نمی پزد. اما تو همسال خودم، خواهر و دوگانه غمبرار یکدیگر می گردیم. می بینی که خویش و تبارت را هم یافتیم. انا دیدی خواهر؟ درویش گپی زنش را برید. ستارت به زنک راست آمد. من سال 6-7 ماه در خانه نمی شوم. شما می دانید و خانداریتان. گلنما برای آوردن کباب به خانه کلان برآمد. سرویناز کیسه زر از آستین برآورد و بالای دستارخوان گذاشت. با دیدن آن چشمان درویش پیاله شدند. رنگش پرکید. 2 زانو نشست و آن را به دست گرفت، پرماسید، وزنش را سنجید و با آواز خراسی پرسید طلا دارد؟ ها، زر خام ایارش بلند. این را از کجا یافتی؟ وجود درویش را حسیات ناخوشی، شبهه و ناباوری به زن فرا گرفت. خدا رسان. چی خیل خدا رسان؟ در پرین ویرز از پول سرازیر شدم. خدا مرگم را نمی خواسته است. راست به بالای مرده خری افتادم که بارش جوال پشم بوده است. زنده ماندم و به پاداش عذابهایم خدا از درون جوال همین گنج را به من رساند. درویش را گویا خلا زده باشند بیقرار جنبید و
تشویش آمیز پرسید: مرده آدم نبود؟ نه، خر نیم پوسیده بود و خلاص، و همین کیسه که رزق من بوده است. برای چی به من آوردی؟ با کی هم میبردم؟ زرشوی که هستی قدرش را از هر کسی بهتر میدانی. این را بگیر و در عوضش به من یاری ده که اولادم را یابم و سر پیری تنها نمانم. درویش بعد ملاحظه کیسه را به دستش گذاشت و گفت: به خودت نصیب کند، من به همین هم به تو یاری میکنم. میبینم که زنی عادی هم نیستی. بگو کیستی و از من چی میخواهی؟ برای چی زن عادی نبودم؟ از گفتار و مناسبتت معلوم که کارفرما بوده ای و کارگر نه. زن همیان را در آستین گذاشت و اندیشید که با این مرد روی راست گپ زند بهتر. از دو سر خویش نبرآمدنش با او باعث گپ و کلاچه و شبهه و گمان می شود. بهترش راستی گپ را به وی بگوید و خواهش کند که دروغ خویشاوند بودنش را راست نماید. من به زنهار مردیت سرم را پیش تو می گشایم، چون باور دارم که به درگاهت آمدنم خواست پروردگار است. درویش با علامت سوگند 3 بار کف روی پیشانی گذاشت و گفت: بگو اندرون من گوشت اشتر میپزد. کوتاه سخن این است که من زن شاه شغنان محبت خان بودم. وی مرد و برادرش یوسف علی خان به تخت نشست و فرمود مرا به پرین برتنگ هوا داده بکشند. خداوند مردنم را نخواست و زنده ماندم. پدرم از همین سریز است، نامش پسار. زن سخن می گفت و درویش از حیرت 2 دست به میان گذاشته میژن زده اندرمان تماشای ایست و بیستش گردید. این اثنا 2 کاسه حورخیز در دست گلنما در آمد و با خطاب شودگیمون شربان حلوا شده است در را به پایش کشاده در آمد و میان گپی او را شکست. درویش نامعلوم انگشت روی لبان گذاشت که در نزد زنک در این باره صحبت نکن و کاسه ها را از دستش گرفته روی خوان ماند. خواهر، خوراک های گلنما هیچ معقولت شدند؟ چی دست به مزه داشته است کوچی تو؟ ممنون و شوخی آمیز ستایش کرد سروناز. از شب تا حال چند بار زبانم را گزیدم. همش از برکت شوهرم. چشم نرسد کلانتران برتنگ این خیل زندگی ندارد که من دارم. در تاریخ این خیل مردی پیداگر نگذشته است. راست میگویی، شوخی را دوام داد سروناز. آخر در دست شویت خاک زر میگردد، در دست کلانتر همگی مژوک و جبدار. آنها به شوخی و خوشگپی ناشتا را انجام دادند. درویش دعای صبحانه خواند و گلنما دستارخوان برچید. وقتی که زن برآمد، شوهرش امکان یافت سوالی را که دلش را تگرو میکرد به زبان آورد. ای رویم سیاه، بگو که زن خود شاه هستی؟ بودم، حالا بیوه و بیچاره شدم. زن سرشکی در دیدگان جوشیدهش را به نوک کش پاک کنان زرداب دلش را نهایت کفاند. دخترم با من بود، نمیدانم او را چیکار کردند. کشتن، بردن، خدا نکرده یسیر کردند. درویش خواطرآمیز جانب در نگریست و گفت: خواهر جان، التماس خودت را به دست گیر. این قصه از بین من و خودت بیرون نرود. گوش اینها باد نبرد که در بلا میمانیم. و لبخند زد و افزود: حالا خبر خوشی برایت میگویم. نیک باش. با حسرت آواز برآورد زن. پدرت اگر پسار باشد زنده و سلامت است. الله اعلم. برای آنکه به گوشهایش باور کند سروناز 2 بر کشش را برداشت. نخود پدرم زنده باشد. آره زنده است، فقط در برتنگ نیست. در کجاست؟ در بلونکول. در آنجا چیکار میکند؟ قرقیز کشی میکند. از این گپ پشت سروناز بجراس لرزید. نخود راهزنی میکند گوی؟ نه، از قرقیزهایی که زن و دخترش را به اسارت بردن یک قصاص میگیرد. 2 پسر دارد، طوفان و طوفلان. هر 2 پهلوان شکارچی چاونداز. 2 یا 3 دختر هم دارد. زن حس کرد که دلش دمی از تپش ماند. زنش از کجاست؟ به زور آواز برآورد سروناز. از همان طرفای پامیر. امواج پیاپی سوز و درد با شست و غلیان سینه زن را با 1000 سوراخ شکافیده در تار سرش کورگره زدند. گوشهایش زنگوله نواختند. دنیا در نظرش تاریک شد و یک پهلو افتید. درویش سرش را بالای زانوان گذاشت و فریاد کشید:
آب بیارید آب. گلنما در دم در پیدا شد و حال بد مهمان را دیده در پیاله آب آورد و بر رویش پاش داد. سروناز به خود آمد و خیستن خواست، اما گلنما بالشتی را تگ سرش گذاشت و گفت التماس ساعت نجنبیده دمگیر و به شوهرش رو آورد. به مهمانمون چی شد؟ نمیدونم، شاید دردش از نو خروج کرده باشد. بیمار است کو؟ پاسخ داد درویش و زنان را تنها گذاشت و خود بیرون برآمد. زن شاه فقید بودن مهمان خاطرش را مشوش ساخت. اگر به شغلان خبر رسد که زنده است، حتما پی بازخواستش می شوند. تجارت هم زیر خطر می ماند، اما حمایه نکردن یک زن بدبخت که سر به آستانه هم گذاشته است نامردی مطلق است. تدبیر باید اندیشید. درویش با همین فکرها شاخ جاروب نوبسته را از دو شاخه بیت کشیده گرفت و بر افتن برف نوریخته روی حولی شروع کرد. در آستان تیغ برهنگان. روزی تنگ تیره ماه پایان می آمد. شمال سبک از پره های دره گذشته بوی برف قله های آسمان بوس را به هر جانب می پراکند. هر سال همین طور. هفته بوی برف زمین و آسمان را پر می کند، بعد خود برف می آید. چنان برفی که در مدت 2 روز بعضا حتی 1 روز نکشیده تا ساق می برد و در وادی خوف نازنین را زیر گاموی زخیم خود پناه می سازد. اما برف یگان کس را غفلتگیر نمی یابد. هر یک خانواده به اندازه لازم آذوقه و یم و هیم ذخیره کرده است و زمستان تنها دم گرفته کوفت زحمت‌های در بهار، تابستان و تیر ماه کشیده‌اش را می برآورد. برفی بلند زمستان برای این مردم تنها 2 کاری نسبتاً وزنین پیش می آورد: سیر کردن گاو و مال و تازه کردن برف. تمام. دیگر در تنور علاو کن و در خانه گرم چستان بباف و افسانه بگو. ولی امسال حادثه رخ داد که حتی کیکی روشنبین آن را پیشگویی کرده نتوانست. شاه امر داد که خوفیان اسب و مال و بازهای شکاریش را نگاه بین کنند. کم نه غم نه، 40 اسب، 100 بز، 100 گوسفند 40 باشه. این مقدار برای اهل دره از شمال ترمه کوه جری که گاهی لیهای روی بامها را هم چپگردان میکرد ناگهانی تر و واهمناکتر بود. حکمش را بهار لااقل تابستان صادر میکرد، مگر میمرد این شاه ترمالی. خوفیان به سبب سر هر جمله به زبان آوردن بی ترمالی یوسف علی خان را به استهزا ترمالی لقب گذاشته بودند. نه بهار را فروخت و تابستان را فروخت و تنگی تیرما را خرید. اکنون مرد باش و سر و حسابت را یاب. یا مال ترمالی را نگاه بین میکنی یا مال خودت را. یا مال ترمالی میمورد یا مال تو. چنین جمله های نگران کننده در این شبهای دراز و روزهای کوتاه سر زبان هر خوفی بودند. 10 روز پیش 20 سوار مسلح ستور و مال و شهبازهای شاه را به دیه رسانده به دست کیکی آستانبان و نور محمد قلتبان مردم پس از متهم شدن به قتل زنش او را چنین نامه بردن دادند و 1 پیاله دوغ هم نخورده ایزشان سرد نشده به راه آمدهشان برگشته رفتند. زارا تأکیدشان کرده بودند که از دست خوفیان چیزی نخورند، شاید زهر داشته باشد. مردم در خرمنگاه جمع آمد و هر کس به قدر توانایی خود از مال زارمانده شاه جانوری به خانه اش برد. کسی نه نمیگیرم نگفت و کلانتران هم اسب گوسفند بزی را به سر کسی بار نکردند، چون که خوفیان بسیار خلق متحدند و میدانند
که هر کس برای کارش در نزد جماعت جواب می دهد. وزنینی بار جماعت را هر کس به اندازه برداشتش به عهده می گرفت. کم نمی گرفت چون که به کسی گران می آمد، بسیار نمی گرفت چون که فردا در نزد کیکی دراز ریش سرخ و سفید شدن لازم می آید. با آستان تیغ برهنگان جیغ زده چنان بازخواستت می کند که در عرق تر می گردی و خشک می شوی، خشک می گردی و تر می شوی. چند بار به لب گور می بردت و می بیارد. از یک پای نهادن به آستانه آستان دل کس شووی زده یک وجب پایا می فراید. تو خانه قدیمه از دود و چدک چون دل شب سیاهش را نمی گویی. هر کسی را بار برای ادب دادن به حضور کیکی آورده باشند، دوباره آرزوی در آمدن به این محکمه سیاه را نکرده است. گناهت کمتر باشد از تیرباران نصیحت و اندرز با سینه صد سوراخ بیرون می آیی. اگر گرانتر است با شکستن شمشیر دراز وزنین به فرق سرت جانت خلاص. ولی اگر جرمت از همه حدها گذشته است، خدا به سگ سیاه نصیب نکند، کیکی اروا شکل دراز جامه سرخ سله به تگ تاق توغت می برد و به کدام لفظ نامفهوم دعا خوانده به شاخ نفیر چنان آواز می اندازد که دل و جگرت می ریزد. این هم تأثیرت نکند که تدبیر آخرین خود را به کار می اندازد. در سر قبر مرده نو از خانه برآمدت نه می خوابد. 3 شب و روز پرسنده های بیرحم و شفقت به سر مرده چارمغز می شکنند و به دادش کسی نمی رسد. تنها و تنها کیکیست که 3 شب اول قبر را بانی می کند و عذاب بازپرسی را بر متوفات سبک می گرداند. اگر کیکی مرده‌ات را سراغ نکند، ارواح وی چنانت می زند که عمر نه خیر در میابی نه برکتی. بنابراین پس از صحبت با کیکی یا موم و ملهم شده زندگی میکنی یا سر خود را گرفته از قلمرو خوف ابدالابد برآمده می روی. شام روز مرادبخش جمعه کیکی خاوندان ده را به جرگه طلبید. 6 نفر در ساعت تعیین شده رسیدند و هر یکی دستی مبارک آستانبان را 3 باری بوسیده 4 زانو به جرگه نشستند. کیکی همیشه خندان رو دعا خواند، دلیلک روشن نموده تاریکی را گریزاند و به خاوندان رو آورد. خدا داند و شما دانید و کیکی داند. سوگند به کرامت توغ آستان تیغ برهنگان و جمعه بزرگوار که حال خوفیان این زمستان تباه خواهد شد. ترمالی ما را چنان جزایی داد که تا بعد ایام رسیم یا نرسیم. ای خاوندان خلق، اگر گپ کیکی دروغ باشد بگویید. خاوندان همگی سر جنباندند و گفتند هر چیزی که تو میگویی درست است و راست. کیکی خندان روی گپش را دوام داد. اگر گپ کیکی راست باشد پس باید چاره اندیشید که مردممان زنده و تندرست به حاصل دیگر رسد. شما چه مصلحت می دهید؟ خاوندان پشت سر خاریدند، نفس نبرآورده فکر کردند و گفتند مصلحت خداوند آستان است. کیکی خاوندان گرد نشسته را یک گرد گشت و گفت کیکی اندیشه نمی داشت شما را به جرگه نمی خواند. اکنون گوش کنید که کیکی هوشیار و زیرک چه ذکرها می دارد. گوشمان به دهان توست ای خداوند آستان. گفتند خاوندان و بی صبرانه چشم بر روی همیشه خندانش دوختند. چاره کار در فرموده خود شاه ترمالی است. اگر حکم آن کپرکله را حرف به حرف اجرا کنیم، شاه هم در حمایه خود چیزی گفتن نمی تواند و جان تمام خوفیان هم از عذاب مالبانی و خلاص می شود. خاوندان ده از غایت تعجب انگشت شکستند و انگشت گزیدند که نخواهد کیکی خردمند راه حل همین مشکل صعب را هم یافته باشد و گفتند حکمش را اجرا کرده ایستاده ایم که بخش 1 ماهه جو و کاهمان را در 1 روز می خوریم. گفت یکی. اکنون بشنوید که کیکی چه می گوید. شاه در نزد صدها نفر رعیت چنین گفت خوفیان کورنمک اسپان را جو راست
باشه ها را هدف راست سازند. اگر از مالمان یک گوسفند یا یک بوز تلف دهند، به حالشان مرغان هوا خواهند گریست. گواهی می دهید که چنین گفت؟ آره گواهیم و گواهی می دهید. پس بیایید برای تحقیر کردن خوفیان خوبروی خوشنما شاه را با همین گپش جزا بدهیم. چطور؟ از شنیدن این سخن در رگ خاوندان خون ناموس و غیرت جوش زد. چون کیکی تصویر اندیشیده‌اش را نکته به نکته بیان کرد، نفس خاوندان یخ بست. ندانستند که کیکی خندان روی شوخی می کند یا جدی می گوید. یا تدبیر از این بهتر از کله شما می براید؟ پرسید کیکی چون دید که از سنگ صدا هست و از خاوندان نه. ای خداوند آستان مقدس، آیا شاه این را به ما می بخشد؟ به اضطراب آمد خاوند شمشیر شاه. آیا این کار بازی موش با دم شیر را نمی ماند؟ ریش غولیش را پنجه زد ایرج شاه. مگرم کفنهایمان را پیشکی بدوزیم. سرش را داشت امام نظر. اما از این عزم کیکی ذره هم نکاهید. وی گرد جرگه گرد زد و ریش درازش را دو دسته به سوی نشستگان یازاند و گفت: پس ریش 50 سالم را قاق بتراشید خبروچان. اگر بعد از یه مجو 10 گوسفند و 10 بز و 14 اسب و 14 باشه شاه عدالت پناه یک نفر خوفی تا گمون زنده بماند، قبر مرا بکند و بر استخوانهایم بشاشد. خاوندان سر به جیب اندیشه در آوردند. اندیشیدند و گفتند: آره گپ توست کیکی خردمند. تا آن وقت گمان است کسی به عنوان نام و نشان از خلق خوف زنده بماند. پس آیا بهتر آن نیست که مال شاه را نوش جان کنیم و گوشت و روغن ببندیم و جانمان حظ کند؟ بهترین تدبیر عالم را تو دانی ای کیکی بزرگوار، به یک آواز گفتند خاوندان خوف. کیکی مسئله جرگه را چنین خلاصه کرد: بهترمالی می خواهد قوم ما را بتالاند، در پاکاری و گرسنگی بمیراند، اما خوفیان خوبصورت و خوشنما به وی چنان لاغ و قلاق نشان دهند که نامشان در تمام عالم به دفترها رود. کیکی به رسم قبول قرار سله سرخش را تپی به میان جرگه گذاشت. خاوندان نیز هر کسی کله پوش خود را بالای آن نهادند. عهد و پیمان بسته شد. انجام گفتار 19. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.